اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ششم، اقلاب. حرف اقلاب چند تا و کدام است؟ حرف اقلاب یک تا حرف با می باشد. اقلاب چیست؟ نون ساکن و تنوین در وقتی به حرف با روپرو شدنش نون رو پرتافته به جایش حرف میم آورده خونده می شود. یعنی که بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با آمد، ما نون را و همون تنوین را می پرتویم و عوضش حرف میم آورده می خونیم. مثال رو نگاه میکنیم. اینجا مثال حرف نون ساکن است. نگاه کنیم بعد از نون ساکن چی آمد؟ حرف با. در اینجا ما چیکار میکنیم؟ همین نون رو ما میپرتویم، یعنی نمیخونیم، عوضش همین حرف میم را میاریم و میخونیم. میم بعد، میم بعد. اصل مین بعد بود، اما در اینجا که اقلاب که میشد پس عوض نون ما میم میخونیم. میم بعد، میم بعد. در اینجا نگاه کنین. در اینجا یعنی مثال از تنوین است. تنوین گفته یعنی 10 حرکت گفتیم که نون ساکن، یعنی معذرت میخوایم که یعنی ما نون رو که ما نمیبینیم ما میخونیم. نگاه کنین 10 حرکت. یکم حرکتش همون مثال ا می باشد یا ای می باشد یا او، اما دوم حرکتش چی می باشد؟ حرف نون می باشد. دوم حرکتش. خب در اینجا نگاه کنید. عوض دوم حرکتش ما حرف میم میخونیم. پس چه می شود؟ سمیعو. نگاه کنید اگر ما یک حرکت بخونیم چه می شود؟ سمیعو، سمیعو، سمیعو. اگر در حرکت بخونیم چه می شود؟ سمیعون، سمیعون، سمیعون. اما در اینجا بعد از همین تنوین چه آمده است؟ حرف با. پس عوض همون حرکت دومش، یعنی همون نونی که ما نمیبینیم اما میخونیم، ما حرف میم را میاریم و میخونیم. چه میشد؟ سمیعون بصیر، سمیعون بصیر، سمیعون بصیر. در اینجا مثال نگاه میکنیم از نون ساکن. نگاه کنید نون ساکن است. بعد از نون ساکن چه از حرف با آمده است؟ در اینجا واضح حرف میم را در بالای نون ساکن گذاشتن که تا ما نون را نخونیم، عوضش حرف میم بخونیم. میم بعد، میم بعد. و الان ما برای شما یک مثال دیگه از تنوین نشان میدیم. یا کنین ما گفتیم که مثال 2 حرکت، یعنی 2 زبر، 2 زیر و 2 پیش تنوین است. اولش چی است؟ همون حرف ا، ای، او. و دومش یعنی دوم حرکتش چی است؟ حرف نون است. همون نونی است که ما نمیبینیم اما میخونیم. در اینجا نگاه کنین میم بعد از میم چی آمده است؟ حرف با. در اینجا نگاه کنین در اصل در اینجا میم 2 پیش داشت، یعنی علیمون، علیمون. اما در اینجا نگاه کنین یک پیش گذاشتن و عوض دوم پیش چیکار کردن؟ حرف میم رو گذاشتن. زیرا آنکه ما گفتیم که بعد از نون ساکن یا تنوین حرف با آمد، پس چی می شود؟ اقلاب می شود. یعنی عوض همون نون ما چیکار میکنیم؟ حرف میم را آورده میخونیم. پس به همین خاطر در اینجا عوض حرکت دومی همین حرف میم را گذاشتن تا که ما همون حرکت دوم را، یعنی همون نون را نخونیم و عوضش حرف میم میخونیم. پس چی میشد؟ علیمون بیما، علیمون بیما. انشالله امید دارم که درس رو فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.